زیاد کنم. اوکی بریم آقا. 1 2 3 که نره بریم. درود به همه شما رفقای کنترل زدی. آقا همینطور که میدونین چند وقت دیگه قراره چند دقیقه است سری محبوب رزیدنت ایول یا همون ایویل خودمون منتشر بشه و حسابی بهتره کنه. اما نکته مهم کار اینجاست که ما الان اول نسل 9 ویدیو گیمیم، ولی داستان مجموعه ایویل برمیگرده به نسل 5 ویدیو گیم، یعنی زمانی که ما طفل بودیم. یعنی اون موقع ما یادم واکسن نمیزدیم، میدونی سرا، چون فکر می‌کردیم قراره مثل ایویل تبدیل به زامبی. من همچین فکر نمی‌کردم هیچ وقت. از این سری ایویل تا الان 7-8 تا نسخه اصلی و اینا همه نسخه رزیدنت ایول تا 6ه. چقدر زیادن آجی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فقط تا رزیدنت ایول 6 9 تا نسخه اومده بود کلا. با رزیدنت ایولایی که بعد 6 هم اومد خیلی بیشتر میشه. ریولیشن 2 7 8 یه نسخه های جزئی نمیدونم رزیدنت ایول 4 ریمیک دوباره نمیدونم فلان. هم نسخه فرعی اسپیناف اومده که دست برقضا تقریبا همشون از نظر داستانی بسیار پیچیده و متصل به هم دیگه هستن. حالا این وسطا بعضیا هستن که همه بازی‌های سری رو بازی نکردن ولی دلشون میخواد داستان کامل مجموعه رو از بسم الله تا آخر. بچه داستانای انیمیشناش هم هستا، ربط داره همش. انیمیشنایی که با هم نشستیم دیدیم داخل کانال آپارتمون هست. شما بگم که نگران نباشین، اما اشکان همیشه حامی حقوق پایمال شده گیمر هاست و قرار امروز قصه کامل سری رزیدنت ایویل از اول یعنی قبل از ایویل 1 و ایویل 0، یعنی دقیقاً از زمانی که لیون کندی و کریس ردفیلد موز بودن شروع کنیم تا آخر ایویل 7 و دی ال سی هاش تعریف کنیم. پس کمربندا رو ببندین، چوسفیلا رو هم بیارین که قراره واسهتون قصه تعریف کنیم. بریم. فقط قبل از شروع آره بچه این ویدیو رو یکی از بچه‌ها داخل دیسکورد تو چنل سلف پرومو گذاشته بود. حالا من نمیدونم ویدیو خودش بودین یا یه ویدیو گذاشته بود کلا، اونشو نمیدونم، ولی به هر حال ویدیو خوبی بود و ما اونو میبینیم. ببینیم بچه من همه ویدیوهای تو سلف پرومو رو هم چک میکنم، حتی ببینید حتی گذاشتم با هم بشین ببینید. ویدیو خوبی باشه حتی میذارم اینجا با هم ببینید. سلام عزیزم، مرسی شهرام عشق، مرسی عادتی. یعنی چی سایت که رزیدنت ایول بازی میکنی؟ بعضی از نسخه‌های فرعی مثل کد ورونیکا و ریولیشنز داستانشون مهمه و به تایملاین سری اصلی ارتباط داره و ما قصه اونا رو تعریف میکنیم 100%. اما بعضی از نسخه‌های فرعی مثل اپریشن راکون سیتی یا آوتبریک یا ربطی خیلی به سناریو و تایملاین اصلی ندارن یا اصلا کانون نیستن و در یونیورس ایویل جای ندارن. پس ما به این بازی‌ها توجهی نمی‌کنیم. نکته بعدی اینه که ما می‌خوایم اتفاقات مهم داستان کل مجموعه هنوز معلوم نیست. آبولی پس اگه به جزئیات داستانی تک تک اپیزودها و قسمت‌ها توجه نمی‌کنیم به این معنی نیستش که اونا مهم نیستن. اما ما می‌خوایم چون داستان کل سری رو بگیم خیلی دیگه به جوار جزئیات نمی‌شیم. حالا بدون هیچ توقفی بریم سراغ اول قصه. بریم از اول. آقا یه عمویی به نام هنری تراویس که احتمالاً یه باستانشناس بوده توی بعضی از دست‌نوشته‌هاش ادعا کرده که در سرزمینی دور افتاده واقع در غرب آفریقا یک قبیله بدوی وجود داشتن که سالیان سال منقرض شدن و آثار دهکده‌هاشون و اینا گم شده. اما ظاهراً اونا یک گیاه دارویی داشتن به نام استروی آف دستان یا راه پله‌ای به سوی خورشید که میتونسته هر بیماری رو درمان کنه و حتی مرده‌ها رو هم زنده. فهمیدین چی شد؟ پس اولین استارت کل مجموعه رزیدنت ایول، کل این ویروسایی که ساخته میشه آمبرلا ساخته اولین بار از این گیاه توی آفریقا به وجود اومده که قرار بوده با این گیاه اول مرده ها رو زنده کنن و آدما رو کاری کنن که آدما نمیرن، آدما رو فانی از حالت فانی در بیارن. از اینجا پس شروع شده. وسط دو تا دکتر بیکار به اسم آزول سپنسر و جیمز مارکوس راه میافتن میرن آفریقا. کسایی بودن این دو تا دکتر که اولین بار آمبرلا رو و متوجه میشن که این گیاه یه ویروس عجیبی توشه که اسمشو میذارن ویروس پروژینیتور که معنیش میشه پدرجد یا همچین چیزی. خاصیت این ویروس اینه که میره و خودشو به مرکز سیستم عصبی موجودات زنده یا حتی مرده میرسونه و کنترل اونا رو به دست میگیره. دقیقاً کاری که این ویروس اما شعور نداره و خلق و خوش کاملا وحشیه. به همین خاطر تنها هدفش بقا و تولید مثله. برای بقا نیاز به غذا و بیشتر از همه پروتئین داره. به همین خاطر بدن میزبان رو مجبور میکنه تا از گوشت هر موجود زنده‌ای که میبینه تغذیه کنه. یه توضیح کلی راجع به زامبی رزیدنت ایول که چرا میخورن همو، چون که ویروسی که بهشون خورده نیاز به پروتئین داره برای رشدش و نیاز داره که هر چی که میبینه بخوره، هر پروتئینی که میبینه بخوره و
بیشترین چیزی هم که دور اون فرد است آدما هن دیگه. برای تولید مثل هم به راحتی با بزاق دهن میزبان ترکیب میشه و از طریق زخمای موجودات دیگه وارد بدن اونها و در نهایت مغز اونها میشه و اونها رو کنترل میکنه. این آقای آزول اسپنسر به همراه جیمز مارکوس و یه حالا بچه راجع به اون زامبی رزیدنت ایول 4 و 5 و 6 هم که شعور داشتن توضیح میده. همش جزء داستانه و دلیل داره، همش توضیح داره. حالا با هم میریم گوش میدیم. بند جدید دیگه به نام ادوارد اشورد که تازه به تیمشون اضافه شده تصمیم میگیرن تا تحقیقاتشون رو روی این کشف جدید شروع بکنن و ببینن آیا میتونن با تولید ویروس‌های مشتق شده از این ویروس پروژینیتور داروی جادویی خلق کنن که باهاش نسل بشر رو مودیفای کرده و به ابر انسان پس 3 تا دانشمند شدن که با هم آمبرلا رو ساختن که به این هدف رو ویروس به 3 تا چیز نیاز داره: امکانات زیاد، زمان زیاد و صد البته پول زیاد. به همین دلیل آزول اسپنسر که یه نموری بچه مایه‌دار بوده تصمیم میگیره که برای هر کدوم از اعضای این تیم 3 نفره یه عمارت مجلل درست کنه و در زیر زمین هر کدوم از این عمارت‌ها یه آزمایشگاه بزرگ و سری بسازه تا تحقیقاتشون رو شروع کنن. خب عمارت اسپنسر و عمارت آزولد فکر کنم رزیدنت ایول 0 و رزیدنت ایول 1 بودن. رزیدنت ایول 0 تو عمارت اسپنسر بود، رزیدنت ایول 0 یکم فکر کنم تو عمارت اون یکی بود. پس این 2 تا عمارت بودن که اونا ساخته بودن. این 2 تا داستان رزیدنت ایول اولیه اونجا بود که بچه‌ها رزیدنت ایول 8 هم میگن این قصر گنده عمارت بانو دیمیتریسموس از اون الهام گرفته شده از این عمارت رزیدنت ایول 0 و رزیدنت ایول 1. عمارت اسپنسر و مارکوس توی جنگل‌های اطرافی شهر کوچیک تو آمریکا بوده به نام راکون سیتی. این عموها برای اینکه بتونن پول لازم برای تحقیقاتشون رو به دست بیارن تصمیم میگیرن با دستکاری ویروس پروژینیتور یه ویروسی بسازن به اسم ویروس تایرنت یا نابودگر که به اختصار بهش میگن ویروس تی. این همون ویروسیه که آدم‌ها و بقیه موجودات رو تبدیل به زامبی و هیولاهای وحشتناک و خطرناک میکنه. تا اینجاش جالب میدونید چی بود؟ تا اینجاش جالبش اینه این بنده خدا که آمبرلا رو زدن هدف و نیتشون نیت پاکی بوده تقریبا. خب نیتشون تقریبا پاک بوده، می‌خواستن نسل انسانو مودیفای کنن، ادیتش کنن با این ویروس که قوی‌تر بشه و نمیرتر بشه و شاید ابدی بشه. ولی برای اینکه بتونن پول این همه تحقیقات رو اون گیاهی که ویروس توش بوده رو در بیارن مجبور بودن که یه سری ویروس رو بسازن خودشون که باشون یعنی یه سری سلاح ویروسی بسازن، سلاح بیوارگانیک بسازن و بفروشن و بعدن خودشون دوباره واکسنشو بدن و بفروشن که بتونن پول در بیارن و پول این کارا در بیارن. ولی خب بی‌ناموسا مثل داستان میدونی که مثل اونی که اسلحه میسازه برای که جلوی جنگو بگیره، مثل این. اونا تصمیم میگیرن که با استفاده از این ویروس هیولاهای مختلف بسازن و اونها رو به عنوان سلاح بفروشن و اصطلاحاً اسمشون رو میذارن سلاح‌های بیو ارگانیک که انگلیسیش میشه بایو ارگانیک وپنز که خب مخففش میشه BOW. این وسط ها هم البته سال 1968 ادوارد اشفورد که داشته توی آزمایشگاه زیر عمارتش تحقیق میکرده سست دستبازی در میاره، آزمایشگاهش میره رو هوا و خودش هم شتک میشه میمیره. پس از اون 3 نفر یکیشون مرد، ادوارد اشفورد مرد، یکی از اون 3 تا دانشمند اولیه که آمبرلا رو تأسیس کردن یکیشون مرد و 2 تاشون موندن، اون و اون. البته من خودم به شخصه فکر میکنم کار اسپنسر بود. اسپنسر مونده اون یکی. من این تئوری رو مطرح کنم. اما در هر حال بعد از مرگ پسر ادوارد اشفورد یعنی الکساندر اشفورد که یه متخصص ژنتیک بوده موفق میشه با دستکاری ژنوم ویروس پروژینیتور یه ویروس جدید درست کنه به نام ویروس ورونیکا. 3 سال بعد یعنی سال 1971 این آقای الکساندر اشفورد که آزمایشگاهش توی قطب جنوب بوده موفق میشه تا پروژه ویروس ورونیکا رو به موفقیت برسونه و با استفاده از کلون کردن و ترکیب ژنوم ویروس با ژنوم 2 تا نوزاد 2 تا دوقلو به نام الکسیا و آلفرد رو خلق بکنه. سال 1978 این آقایون اسپنسر و مارکوس بالاخره موفق میشن تا هیولاهاشون رو بسازن و بفروشن و پولدار بشن. خب اسپنسر و مارکوس 2 تا از اون اولین نفرایی که آمبرلا رو تأسیس کرده بودن تونستن اولین ویروس تی یا همون ویروس تایرنت رو بسازن و بفروشن و پولدار بشن. اون 2 تا
اون یکی هم که یعنی مرد پسرش اومد رو کار، اونم توی شمال داشته روی یه دونه ویروس دیگه کار می‌کرد. برای ادامه تحقیقات مد نظرشون نیاز داشتن که آزمایشگاهشون رو گسترش بدن و شعبه‌های مختلفی در سرتاسر دنیا تأسیس کنن. از اون برای تولید هیولا کاریه که نمیشه به صورت مجاز و قانونی انجام بشه دیگه. نه شما خودت میدی به یه کمپانی که کارش تولید زامبی مجوز بدی؟ نمیدی. به همین خاطر این دو نفر میان به شرکت بزرگی رو تأسیس میکنن به نام آمبرلا که در ظاهر کارشون تولید دارو و لوازم بهداشتیه، اما در باطن همه میدونیم دارن تو آزمایشگاه. انصافا من به شخصه هیچ وقت نمیرم مثلا دارو یا لوازم بهداشتی از جایی بگیرم که لوگوش اینه. بابا لوگو داره داد میزنه، کارشون کار خلافه. حالا خلاف هم نیست کارشون، یه چیزیه با چیزای رادیواکتیوی و ناجور. انصافا لوگو آمبرلا رو ببین، شما میری دارویی بخری که لوگو آمبرلا روشه؟ نه منم والا گو بخورم همچین دارویی بگیرم. مخفیشون چه شکری میخورن. این دوستان ما میان و در سر دنیا برای آمبرلا شعبه میزنن، اما شعبه اصلی و مرکزی اونا که اتفاقا بزرگترین آزمایشگاهشون هم اونجاست در شهر راکون سیتی قرار داره و آزمایشگاهشون هم عملا توی زیرزمینای شهر راکون، که با هم تو رزیدنت دو رفتیم. شهر راکون میشه آزمایشگاه آمبرلا. جالبه که اشاره کنم همین وسطا دو تا دانشمند جوان جویای نام که کلهشون بد جوری بوی قرمه سبزی میداد هم وارد آمبرلا میشن. این دوتا جوان همون آلبرت وسکر و ویلیام بیرکین خودمونن. البته توضیح ریزی اینجا بهتون به بچه‌ای که در جریان نیستن بدم. این دوتا جوان بچه این ویلیام ویلکین که داره میگه همون یارو توی رزیدنت 2 بود باسه که یه چش گنده اینجاش بود، دکتر مانند بود، اونه همونه که توی ویدیوها با هم توی اون کلیپ دیدیم که سازه آمبرلا اومدن با تیر زدنش و ویروس رو بردن، بعد ویروس رو به خودش زد، قول شد، گنده شد، باش فایت کردیم و اینا. اینونه که زنش هم آخر رزیدنت ایول 2 ایدا رو زده بود، آخر رزیدنت ایول 2 دنبالش بودیم، زنه که دکتر بود خودش، زنش هم اون بودش. اون همون آلبرت وسکر و ویلیام بیرکین خودمونن. البته وسکر خودش پدر مادر نداره، بنده خدا خودش یکی از پروژه‌های آمبرلا بوده که وسکر هم خودش ساختگیه، داشتن ابر انسان تولید می‌کردن که البته پروژه شکست می‌خوره و از اون نوزادایی که ژنشون رو انگولک کردن فقط 2 تاشون زنده موندن. یکی آلبرت وسکره و اون یکی خواهر آلبرت یعنی آلکس وسکر. دیگه از اینکه چطوری این آلبرت وسکر منفور به عنوان محقق دوباره سر از آمبرلا در آورده چیزی معلوم نیست، اما به همین دلیله که وسکر یه نمور قدرت‌های فرابشری داره. بگذاریم سال 1983 الکسیا و آلفرد که فکر می‌کردن بچه آدم بودن و الکساندر اشفورد باباشونه متوجه میشن که اینطور نیست و اونا کلون‌های ژنتیکی و نتیجه آزمایش‌های پدر سگشون هستن. به همین خاطر قاطی میکنن، میان تمام ویروس‌های مختلف هم از تی و جی و ایکس و دبلیو و ایگرگ و لامدا و بتا. بچه من اینجا یه توضیح بدم برای بچه اینا رو من یه توضیح میخوام بدم براتون که خوشگل بفهم. این یارو پسر اون یارو اشورد بود که زیر چیز خودش ترکید و مرد، یکی از مؤسسای آمبرلا که مرد. پسرش اومد تو کار، پسرش اومد با یه ویروس و یه دستکاری ریزی کرد، دو تا زامبی نمیشه گفت، دو تا بچه ساخت که این بچه‌ها نمیدونستن که ساختگیان، فکر میکردن واقعا مثلا پدر مادر دارن، پدرشون هم این یارو بوده، مثلا بر اثر یه ویروس ساخته شدن و برای مثلا این کارا ساخته شدن نمونن. بعدن که متوجه این داستان میشن و میفهمن نمونن، میزنن پدرشون رو میگیرن، همون سازندشون همون پسر اون یارو آمبرلا که مرده بود میگیرنش و بهش ویروس تی و جی و هر چی ویروس آمبرلا، هر چی ویروس بوده که آمبرلا ساخته اینا روش تحقیق میکردن میزنن بهش. اینا کجا بوده پایگاهشون؟ تو قطب شمال بوده که داستان رزیدنت ایول کد ورونیکا راجب اینه. یعنی داستان رزیدنت ایول کد ورونیکا که شاید خیلیاتون بازی نکردین، خیلی قدیمی و زیاد جز سری اصلی، ولی خب داستانش مهمه. تا اینا رو همه رو میریزن تو میکسر، تزریق میکنن به الکساندر اشفورد و اون تبدیل میشه به یه موجود کثافت کریه المنظر و اسمش هم میذارن نوسفراتو. توی قطب جنوب توی یه سولاخی حبسش میکنن که بعداً ازش استفاده کنن اگه لازم شد. بعدم الکسیا اشفورد خودش رو برای مدت 15 سال میبره توی کمای مصنوعی. اینم اون دو تا خواهر برادرن که ساختگی بودن، یکیشون خودش رو میبره تو کمای مصنوعی، یکیشون هم میمونه بیرون. یعنی این دو تا هم ساختگی. توی این 15 سال اتفاقات مهمی افتاد که یکی از اونا تشکیل 2 تا ارتش خصوصی و سری توسط آمبرلا بود. ارتش اول اسمش آمبرلا بایوهازارد کانتر میجر سرویس که به اختصار بهش میگن UBCS. این ارتش خصوصی وظیفش کنترل و حفاظت از مردم و کارمندای آمبرلا بود در برابر وقوع اتفاقات غیر قابل پیش بینی. البته که اعضای این ارتش هیچ اطلاعی از ساختن هیولا و فعالیت‌های پشت پرده کثیف آمبرلا نداشتن.
اما ارتش دوم که خیلی مخفی‌تر و خفن‌تر و خطرناکتر بود اسمش بود Umbrella Security Service یا همون USS که ازش از تمام ماهیت آمبرلا و فعالیت‌های پشت پردهش خبر داشتن، اما کاملا به آمبرلا وفادار و حافظ منافع این شرکت. خب این دوتا ارتش هم که شناختین. ارتش اولی که توضیح داد که مال آمبرلا بوده همونی بود که داخل رزیدنت ایول 3 میبینیمشون، داخل رزیدنت ایول 3 بودن که چیز توشون بود خدا یارو داخل فیلم رزیدنت ایول هم که دیدیم بودن. اونها هم که در جریان بنده خدا نیستن که آمبرلا چه بی‌ناموسه و داره هیولا میسازه. و ارتش دومیه که اسمش USS بود، نه هانک توی USS، هانک مال USS، اون اولیه چیز بود. استارز ربطی نداره، استارز مال راکون سیتیه. و این ارتش دومی هم ارتش توی بازی اپریشن راکون سیتی که بازی کردین که از اعضای راکون سیتی این هانک و اینایین، اونه داستان اونا. آره کارلوس منظورم، آفرین. تو اولیه کارلوس اینا بودن، تو این دومی هانکینا در جریانن که راکون سیتی آمبرلا چقدر بی‌ناموسه، ولی اون کارلوس اینا در جریان نیستن. آقام هانک اصلی ترین فرمانده این ارتشه. سال 1988 یه روزی آقای جیمز مارکوس تو آزمایشگاهش داشت با هیولای جدیدی که ساخته بود به اسم کوین لیچ برمی‌رفت که یهو بی‌ناموسا USS ریختن و زدن کشتنش. ماجرا از این قرار بود که آزول اسپنسر گل کشیده بود، فیری که ترس برداشته بود، فکر کرده بود مارکوس داره بهش خیانت میکنه، به همین خاطر دستور داد که بکشنش. حالا فهمیدین چی شد اینجاش؟ اون دو نفر دیگه که از آمبرلا مونده بودن، اسپنسر و مارکوس. اسپنسر میاد چیکار میکنه؟ حس میکنه مارکوس داره بهش خیانت میکنه، اون ارتش آمبرلا USS رو میفرسته بالا سر مارکوس، میزنن میکشنش. پس اینجا فقط یه نفر دیگه از مؤسسه آمبرلا زنده میمونه، اون دو تا دیگه مردن، اون که اولش مرد، اینم که الان مرد. هنوز بچه‌ها نرسیدیم به داستان بازی‌های رزیدنت ایول، هنوز پیش در اومدیم. به همین خاطر که میگم احتمالاً مرگ اشفورد هم کار اسپنسر بوده. بعد از این اتفاق ویلیام بیرکین اومد تحقیقات مارکوس رو ادامه داد و یه انگلی ساخت به اسم T2 یا همون تایرنت. یه بخشی از تحقیقاتش هم فرستاد شعبه اروپای آمبرلا و اونا هم یه انگلی ساختن به اسم کد نیم نمسیس. خب نمسیس و تایرانت اینجوری ساخته شدن. تایرانت که همون مستر ایکس، نمسیس هم که نمسیس. بازی‌ها نرسیدیم، اما همه اینایی که گفتیم بک استوری بودن. اما کم کم داریم به بازی‌ها نزدیک میشیم، صبر داشته باشیم. بعد از ترکیب ویروس تی با ژنوم انگل نمسیس، ویلیام بیرکین یه ویروس جدید و خفن درست میکنه به اسم ویروس طلایی یا گلدن وایرس که به اختصار بهش میگن ویروس جی. بچه‌ای که فن رزیدنت ایول داستان رزیدنت ایول میدونن که ویروس تی ویروس بنجله است. ویروس تی اون ویروس خفن است که هر کی میزنه قول میشه، 30 تا چش در میاره، خیلی خفن میشه، همه رو میزنه. و مستر ایکس قوی‌تره یا نمسیس قوی‌تره؟ نمسیس نسخه پیشرفته تر شده و هوش‌دارتر مستر ایکسه. سال 1998 رزیدنت ایول 0 بر تبل که بچه‌ها ویلیام نمونه اولیه یه ویروس جیو به خودش میزنه که اون قول گنده میشه. شادانه بکوب که بالاخره رسیدیم به بازی‌ها. خب رسیدیم به رزیدنت ایول 0. تایملاین توی مجموعه رزیدنت ایول 0 یا همون داستان گیماش. ماجرا از این قراره که جیمز مارکوس اون پروژه جدیدش که اسمش بود کوین لیچو با مغز خودش ترکیب کرده بود قبل از مرگ. به همین خاطر بعد از چند سال از قبر بیرون میاد و تبدیل شده به یه ابر انسان خفن و تصمیم گرفته از اسپنسر انتقام بگیره و کل تشکیلات آمبرلا رو نابود کنه. خب بچه اینجا اون یارویی که اون پیرمرده اومد کشت همکار خودشو که یکی از گندای آمبرلا بودونه، اون یارو قبل از مرگش به خودش یه نمونه ویروس زده بود که این تو مغزش مونده بود و وقتی مرده بود و زیر خاک بود میاد بیرون و حالی یادشه که رفیقش بهش خیانت کرده و می‌خواسته آمبرلا رو از بین ببره. حالا این وسط چیکار میکنن؟ میدونم یکم بیش از حد پارانورمال شد، ولی خب بازی ژاپنیه دیگه، هیچ کار این ژاپنیا رو حساب کتاب نیست. اما چه کنیم، قضیه از همین قراره. این مارکوس میاد یه سولاخی تو آزمایشگاه آمبرلا که توی جنگل‌های آرکلی نزدیک راکون سیتی بودن ایجاد میکنه و یه چند تا زامبی و سگ زامبی میان تو جنگلا و شروع میکنن به کشتن مردم. از اون ور توی پلیس شهر راکون یه یونیتی وجود داشته از خفن‌ترین مأموراش به نام یونیت اسپشیال تاکتیکس اند ریسکیو سرویس که مختصرش میشه استارز. پلیس راکون برای بررسی پرونده کشته شده‌های جنگل‌های آرکلی. پس استارز هم که گفتین کیان اینان همون پلیسای راکون سیتی، ولی اون خفن ترشونه، یعنی بین پلیسای خفن رو جمع میکردن و یه اعضا ساختن به اسم استارز که استارز کارش این بوده که بره جایی که خیلی مثلا اتفاقات عجیب غریب و بدی میفته رو اونجا رو داستان کنه. تیمی از اعضای استارز با هلیکوپتر میفرسته اونجا به نام تیم براوو، اما یه دفعه خلبان تیم خوش دست بازی در میاره و سقوط میکنن، اعضای تیم از هم جدا میشن.
این وسط پزشک گروه که اسمش بوده ربکا چمبرز سر از یک قطار متوقف شد. آها یه چیز جالب، آقا این ربکا چمبر میدونین کیه؟ این پزشک گروه که یکی از اعضای استارز و کاراکتر اصلی رزیدنت ایول زیرو بوده کیه؟ نمیدونید دیگه. انیمیشن رزیدنت ایول جدیدی که با هم دیدیم، رزیدنت ایول جدید انیمیشنشو با هم دیدیم، وندتا. آها کاراکتر اونجاه بود، دختره که با هم دیگه نشستیم دیدیم ویروسو پادزر ویروسو ساخته بود، یادتونه؟ دختره که پادزر ذره ویروسو ساخته بود، بعد اون یارو مو سفید فریک زده و میگفت تو شبیه زن منی که مرده، آورده بود لباس عروس تنش کرده بود و اینا بهش ویروس زده بود. یادتونه اون ربکا چمبر بود که تو انیمیشن جدیدش بود و کاراکتر رزیدنت ایول زیرو بود. اینو خیلیاتون نمیدونستین، حالا من گفتم که فکر نکنید همینجوری کشکی اون آورده بودن اونجا تو فیلمش، اون قدیم بودش. آره بریم اون این در میاره که زامبیا دور و برش دارن میلودن. تو قطار با یه زندانی به نام بیلی کوئن مواجه میشه که انگاری تو قطار بوده اما از دست مامورا فرار کرده. این خانم ربکا اول شبیهش هم هست، شبیه همون انیمیشنشه، تعریف میکنه که بیگناه و براش پاپوش درست کردن، بهش اعتماد میکنه. البته به شخصه از اونجایی که بیلی کوئن خیلی خوشگل و خوشتیپ و خوش‌هیکل بوده و یه چیز تو مایه محمد رضا گلزار خودمون بوده، من فکر میکنم ربکا محمد رضا گلزار واقعا نه خوشتیپ نه خوش‌هیکل، هیکلش یه انزه تانکر خوشتیپ و خوش شد دیگه. بیشتر روش کراش زده به همین خاطر کاری بهش نداشته. تهش این دو نفر با کمک هم قطار راه میندازن و در نهایت میرسن به امارت مارکوس و البته آزمایشگاه مخصوصش. بعد از سر کله زدن با هیولاها موفق میشن کوین لیش که با بدن مارکوس ترکیب شده بوده رو نابود کنن و از امارت فرار کنن. همین موقع هم ویلیام بیرکین واسه اینکه گند قضیه بالا نیاد سیستم نابودی خودکار آزمایشگاه فعال میکنه و همه چی میره رو هوا. آقا دقت کردید همه گونده ها توی رزیدنت ایول خونه هاشون یه سیستم انفجار خودکار داره. یعنی تو مثلا میری اونجا مثلا چونم یارو میزنی و فلانش میکنی، اینا آخر میبینی یه سیستم انفجار خودکار فعال میشه. آمبرلا داره، خونه این داره، خونه اون یکی داره، زیر زمین آمبرلا شرکتش توی شمال توی برفا داره، تو قطب شمال. آمبرلا زیر راکون سیتی داره، آمبرلا توی چین داره، آمبرلا تو اونجا داره، همه دارن، فقط ما نداره خونه‌مون. یعنی خارج همه خونه‌هاشو سیستم انفجار خودکار دارن، فقط خونه من نداره. اینجا منم میذارم دیگه در آینده احتمالاً یه دونه. ربکا از بیلی جدا میشه، بیلی میره پی زندگیش و ربکا هم برای دریافت اطلاعات بیشتر میره به امارت اسپنسر تا بعد بقیه ماجراها. امارت اسپنسر اون یکی بوده بچه‌ها. اسپنسر اون یکی هم کارشون بوده. میگذره و وقتی پلیس میبینه که از تیم براوو خبری نشد، این بار یه تیم دیگه از استارز به اسم تیم آلفا رو میفرسته دقیقاً همون جایی که تیم براوو رفتن. شاید پیش خودتون فکر کنید اینا چرا احمقن، چرا یه تیم دیگر دقیقاً همون جایی میفرستن که اونا گم شدن. خب شاید اونا گم شدن، اما اشتباه نکنید. ماجرا از این قراره که اعضای تیم آلفا تشکیل شده از برادلی کرز، جیل ولنتاین، کریس اینجا یکم شنبوله قیافه و هیکل، نه هیکل داره نه هیچی نداره کریس. بری برتون، یه مأمور دیگه به اسم جوزا که همون اول شتک میشه میمیره و آلبرت وسکر هم بوده. وسکر اصلا الان شاید پشمای همتون بریزید که وسکر اینجا چی میگه. بفرسته تو پلیس راکون سیتی تا این اعضای باقی مونده استارز رو بیارن تو دهن شیر تا هم بی او دبلیو هاشون رو تست کنن و هم همه اونا بمیرن و بعدا موی دماغشون نشه. اما خیال باطل. براد ویکرز و کریس و جیل و بری و ربکا همه زنده از امارت میان بیرون در حالی که فهمیدن پشت پرده. بچه‌ای رزیدنت ایول 1 این داستان رزیدنت ایول 1 الان رزیدنت ایول 0 رو دیدیم تموم شد. خونه اسپنسر رزیدنت ایول 0 بعدش میره رزیدنت ایول 2. آمبرلا که حقیقت تاریک و کثیفی پنهان شده. ناگفته نماند که این وسط هم آلبرت وسکر با یه تکنیک خیلی سوسکی مرگ خودش رو جلب میکنه، همه فکر میکنن مرده. رزیدنت ایول 2 و 3 این دو تا بازی همزمان با هم اتفاق میفته به موازات هم دیگه، اینجوری نیستش که یکی قبل اون یکی بعد اون یکی باشه، همه همزمان. اعضای باقی مانده از حادثه امارت اسپنسر یعنی استارز تلاش میکنن تا پته آمبرلا رو بریزن روی آب، اما خب از اونجایی که مدرک درست حسابی نداشتن و از اون هم رئیس پلیس شهر راکون و هم شهردار شهر راکون از اعضای آمبرلا بودن، نمیتونن ادعای خودشون رو ثابت کنن. اینجوری میشه که کریس ردفیلد عمه منم تو راکون سیتی بود از اعضای آمبرلا، برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر مخفیانه میره اروپا تا علیه شعبه اروپای آمبرلا مدرک جمع کنه، در حالی که براد ویکرز و جیل ولنتاین هنوز توی راکون سیتی هستن. اتفاقی که میفته اینه که ویلیام بیرکین که توی آزمایشگاه زیر شهر راکون داشته کار می‌کرده، پروژه ویروس جی رو مخفیانه به موفقیت میرسونه
اما کلاغه واسه اسپنسر خبر میبره و اون چند تا از سربازای یو اس اس اسپنسر چقدر بی‌ناموس بود یا میفرسته تا برن یک نمونه از ویروس. در ضمن اسپنسر همه چیو میفهمه. یعنی من اینجا برم برینم، البته اسپنسر الان مرده تو داستان بازی، برم برینم میفهمه. مثلا فردا من تو گو خوردی ریدی چی شد؟ من اینجا آقا یه ویروس بسازم، پس فردانی بچه‌ها آمبرله دم خونمونن. اسپنسر فهمیده و ول کن دیگه سایدی باره. بعد اسپنسر که یه پیرمرده که پر دم و دستگاهش هست، یعنی دم یه دونه از سیماشو بکنی میمیره، با به یه سیم وصله کلا، سیم رو بکنی مرده. انقدر چجوری رو به هر قیمتی که شده از ویلیام بیکین بگیرن. اونا هم نامردی نمیکنن و به ویلیام شلیک میکنن و سمپل رو برمیدارن، اما ویلیام که رو به موت بوده یهو ویروس جی رو به خودش تزریق میکنه و تبدیل میشه به یه هیولای گولاخ و همون ویلیام که تو رزیدنت ایول 2 نتیجه این درگیری میشه تیراندازی و انفجار و نشت ویروس تی توی فاضلاب شهر راکون و به سرعت بسیار زیادی اکثر مردم شهر تبدیل میشن به زامبی. پس فهمیدین چی شد بچه؟ داستان رزیدنت ایول 2 در اصل آمبرلا ویروس و گندکاریش رو توی فاضلاب پخش کرد. اگه یادتون باشه چه فاضلابش هم انتو انی بود، چه خبری بود تو فاضلاب. از فاضلاب شروع میشه میاد بالا و به مردم میگیره که راکونستی وضعیتش اون میشه وش داستان راکونستی شروع میشه. این وسطا یه پلیس تازه‌کار به اسم لیون کندی و یه دختر خانم خوشگل که خواهر کریس بوده به نام کلر ردفیلد از شانس گندشون دقیقاً همون موقع که راکون سیتی پر از زامبی شده میان تو شهر. لیون با یه جاسوسی به نام ایدا وان مواجه میشه که الحق و الانصاف خیلی ذات جیگریه. بچه اینا همون نگاه لعنتی نمیاد حداقل ریمیکشو بذاره، وراش خود دو اصلیه رو گذاشته. داداش این چیه؟ خب مال پی اس وانه. ولی یه دل نه صد دل عاشق اینا میشه. نه اسپانسر پسر مارکوس نبوده. نه غافل از این که این خانم ایدا در اصل مأمور مخفی وسکر بوده و اومده تا یه نمونه از ویروس جی رو واسه وسکر ببره. البته آخرای کار از یه بلندی پرت میشه. بچه اینجا اونجا آخر رزیدنت ایول 2 بود که ایدا رو پرت کردیم پایین. اینجا اونجا استیل گرافیکو میبدی توی ریمیکش پایین و لیون فکر میکنه ایدا مرده، ولی این بانو سرسخت‌تر از ما اون زمانی رو بازی میکردیم در اصل همین گرافیک الان رو به چشم میدیدیم ما، در اصل برامون همون بود. کلر هم با دختر کوچولوی ویلیام آشنا میشه و این چند نفر با کمک هم از شهر فرار میکنن. اسم می‌کردیم گرافیکش خیلی باحال. اون ور هانک هم یه سمپل از ویروس جی داشته، به بدبختی از راکون سیتی فرار میکنه. دو نفر اوه انقدر ایدا دنبال ویروس جی بود و ما اومدیم مثلا یه نمونه تک نمونه از ویروس جی از اون زن ویلیام گرفتیم و دادیم به ایدا، ندادیم بهش و پرتش کردیم پایین. اینا هانک یکی از بچهای آمبرلا، یکی از فرمانده اصلی نیروهای ارتش آمبرلا، یه نمونه ویروس جی رو داشت. یه سمپل از ویروس جی داشت. آره دیگه هانک اومده بود از یارو ویلیام گرفته بود دیگه یه نمونهشو. وقتی از راکون سیتی فرار میکنه. اینا DLC رزیدنت ایول 2 که بعد با هانک مثلا راکون سیتی در بیا. اینا که ما چون نسخه تور دو ریمیک فکر نمی‌کنم این DLCش بوده باشه که ما بریمش، ولی خب تو اصلیه بود. دو نفر بعدی هم که از شهر فرار میکنن جیل ولنتاین و یکی از اعضای UBCS به نام کارلوس هستن. کارلوس هم که رزیدنت ایول که شعبه اروپای آمبرلا میاد با کمک انگل کدنیم نمسیس هیولای معروف نمسیس رو درست میکنه و اون رو طوری برنامه‌ریزی میکنه که اعضای استارز رو بکشه تا تمام مدارک علیه آمبرلا خب در مأموریت خودش شکست میخوره و جیل از شهر فرار میکنه. نمسیس بچه کار اصلیش این بود که فقط اعضای استارز رو بکشه، چون که اعضای استارز همه چی راجع به آمبرلا میدونستن و اگر زنده میموندن ممکن بود با مدارکی که دارن پته آمبرلا رو بریزن رو آب و بدبخش آمبرلا. نهایتا بعد از یکی دو روز دولت نمیتونه گند راکون سیتی رو جمع کنه، تصمیم میگیره برای گسترش نیافتن آلودگی شهر رو بمباران کنه. نابودی شهر راکون ضربه خیلی بزرگی به اعتبار آمبرلا وارد کرد، در حدی که این غول تجاری تقریبا تمام شعبه‌هاشو مجبور شد تعطیل بکنه. اما چیزی که بیشتر از همه برای بقای آمبرلا خطرناک بود آلبرت وسکر بود. وسکر در تمامی مدتی که مرگ خودش رو جر کرده بود و همه فکر می‌کردن مرده، داشت تشکیلات مخصوص خودش رو می‌ساخت به اسم ارگانیزیشن. هدف وسکر دقیقاً همون هدف اسپنسر و مارکوس، یعنی تحقیق روی ویروس‌ها برای ارتقای نسل بشر بود. اما وسکر از اشتباهات آمبرلا درس گرفت و تصمیم گرفت که تشکیلات خودش رو کاملاً مخفی نگه داره و هیچ وقت مثل آمبرلا اون رو رسمی نکنه. رزیدنت ایول کد ورونیکا. کلر ردفیلد که توی شهر راکون آجا کد ورونیکا رو شاید خیلیتون اصلا نه بازی کرده باشین نه شنیده باشین، راجع شاید خیلیتون شنیده باشین. داستان کد ورونیکا خیلی مهمه و راجع به کلره که میره سراغ دنبال کریس داداشش. برادرش یعنی کریس برای جمع کردن مدرک علیه آمبرلا به اروپا رفته بود، تصمیم میگیره که خودش هم به اروپا بره تا برادرش رو پیدا کنه. کلر موفق میشه به مقر اصلی آمبرلا توی اروپا که توی یه جزیره به نام راکفورد بود نفوذ بکنه. اما وسط کار توسط نیروهای آمبرلا دستگیر و منتقل میشه به زندان مخصوص آزمایشگاه آمبرلا در قطب جنوب.
این وسط وسکر هم که برای به دست آوردن نمونه ویروس ورونیکا اومده بوده به جزیره با کریس روبرو میشه و اینجا کریس میفهمه وسکر عملاً سخت‌تر از این حرفاست و تازه میفهمه دنیا دست کیه. اما نهایتا متوجه میشه که کلر توی قطب و میره اونجا تا نجاتش بده. در همین حین هم کلر به کمک یه زندانی دیگه به اسم استیو موفق میشه. اگه گفتین آمبرلا یعنی جایی که کد ورونیکا که اینا رو فرستن داخل قطب شمال داخل اونجا تو زندان کجا بود؟ همونجا بود که اول داستان اون یارو اون 2 تا بچهای یارو ساخته بودنش، فهمیده بودن باباشون دروغ گفته بهشون، بهش همه ویروسا رو زدن. آخرین و گنده ترین پایگاه آمبرلا بود اونجا. نوسفراتو و ادوارد و الکسیا اشفورد رو شکست بده، اما متأسفانه اونجا بودن. بلند شده. چرا؟ چون بیچاره به ویروس جی مبتلا میشه و کلر مجبور میشه اون رو توی قطب رها بکنه. نهایت هم هر 2 تا پایگاه شمال فرق نداره، جزیره رایکفورد هر 2 تاشون نابود میشن و آمبرلا دیگه رسما. خب مرسی شایان. میشه بازی From Darkness رو بری که قبلا نرفتی؟ From Darkness باید تا فرنگ داریم رزیدنت ایول میریم عزیزم. بعدش هم احتمالا تا اون موقع مافیا کش مافیا رو بین. مرسی آدونت چای اینجا نمیدیم. خب بچه اینجا بعد از داستان بازی کد نیم ورونیکا کلن آمبرلا برشکست میشه، تموم میشه. یعنی دیگه از بعد از رزیدنت ایول کد نیم ورونیکا دیگه چیزی به اسم آمبرلا توی بازی وجود نداره. حالا با هم میبینیم. برشکست میشه و اینجاست که کفتارها میان سراغ بقایای جسدش. آمبرلا رزیدنت ایول دیجنریشن. یکی از اون کفتارها یه سناتور فاسد دولت آمریکا بوده به نام ران دیویس. اون تصمیم میگیره با این عنوان که میخواد برای تمام ویروس هایی که منجر به تولید سلاح‌های بیوارگانیک میشن واکسن بسازه، یه شرکتی تأسیس میکنه به اسم ویل فارما. شعار ویل فارما این بوده که دیگه نذارن بازی روزنجنرال چرا گنده؟ بازی گندیه. خوب عزیزم بازی گنده دیگه، بازی خوبی نیست. بازی خیلی بهتر فری تو پلی مثل ما وجود داره. مرسی دونت عزیزم. بعد بری سرچ کن پیدا کن. بازی خیلی زیادی بهتری روزنجنرال. آره روی ایزی بازی میکنه حاجی والا. فاجعه‌ای مثل راکون سیتی دوباره اتفاق بیفته. اما مشکل اینه که این فقط ظاهر قضیه است. در باطن اونا میخوان نمونه‌های ویروس‌های آمبرلا رو از بازار سیاه بخرن و هر چند وقت یه بار یه حمله بیولوژیکی توی جای دنیا راه بندازن و بعد واکسنش رو به قیمت خون پدرشون بفروشن. اونا موفق میشن به فرودگاه‌های ایالات متحده و یه منطقه‌ای در هند حمله کنن و بعد واکسن رو بفروشن. اما چیزی که ران دیویس توی محاسباتش بهش دقت نکرده بوده، طمع بیش از حد آدما بود. مدیر کل تشکیلات ویل فارماکی دانشمندی بوده به اسم فردریک دانی. خب داستان انیمیشنش بود دیگه. انیمیشنش که دیدیم بچه‌ها یه شرکتی بوده که این سناتور زده بوده به اسم ویل فارما که کارشون این بوده که میخواستن نمونه ویروسای آمبرلا رو در آورده بودن که باشون ویروس بسازن پخش کنن تو دنیا، تو یه بعضی جای دنیا و بعد پادزرشون هم خودشون بفروشن به همونه و پول در بیارن. که اینا با هم انیمیشنشو دیدیم که لیانو اینا میان انشو در بیارن. ویل فارما رو نابود کنه و هم واکسن و هم ویروس ها رو در بازار سیاه به قیمت خدا تومن بفروشه. تموم شد دیگه. از یکی از کارمنداشون به نام کورتیس میلر که از نقشه شوم اون خبردار میشه زودتر از موعد توی انیمیشنش میشم رزیدنت میذاره و نهایت هم لیون و هم کلر خودشون رو به موقع میرسونن و همه چیز رو نابود میکنن و فردریک دانینگ هم دستگیر میکنن سر به زنگا و دیگه تموم میشه دیگه. ویل فارما هم به خاک میره. درست مثل وسکر و ویل فارما کسای دیگه‌ای هم بودن که می‌خواستن میراث جهنمی آمبرلا رو برای خودشون تصاحب کنن. یه تعدادی از گروه‌های مافیایی و خلافکار سوپر خفن هم تصمیم می‌گیرن وارد بازی بشن. اونا با هم متحد میشن و یه تشکیلات سری راه میندازن به نام کانکشنز که معنیش میشه ارتباط. خیلی مهمه. اونا موفق میشن با به دست آوردن بعضی از نمونه‌های ویروس‌های ساخته شده توسط آمبرلا و همینطور نفوذ روی تشکیلات وسکر و دزدیدن اطلاعاتش شروع به تولید سلاح بیولوژیکی بکنن. فهمیدی چی شد؟ بچه یه گروهی به اسم کانکشنز اومدن همه باقی مونده چیزای آمبرلا و با هک کردن هاردا و سرورای وسکر تونستن به یه ویروسی برسن. یه ویروسی ساختن که اون ویروس چیه؟ حالا متوجه میشید چیه اون ویروس. یکی از این سلاح‌ها اسمش هست مولدد و یکی دیگه هم اسمش هست E001 که اصلا دنس ریسا بابا سلام روز تارکوفری. نه نمیدونم عزیزم. نه وقت نمیشه تارکوف بریم. حسن از طرف از استریم پاشو برو بیرون. نه عزیزم امروز تارکوف نمیریم، وقت نمیشه. داریم ویدیو میبینیم بعدش میریم رزیدنت ایول. بچه‌ها اگر مشکل دارید برید بیرون. من اینجا دارم داستان بازی رو تعریف می‌کنم و واقعا دوست دارم الان تو چتم کسی بنویسه یه حسن از طرف برو استریم بشیم جی تی ای رول پلی ببین خیلی راحت. خب بریم بر بانک زنی و سوپرمارکت زنی و نمیدونم این داستانا ببین.
خب ادامه میدیم. تشکیلات وسکر و دزدیدن اطلاعاتش شروع به تولید سلاح بیولوژیکی بکنن. یکی از این سلاح‌ها اسمش هست مولدد و یکی دیگه هم اسمش هست E001 که البته به اسم رمز اولین شناخته میشه. بچه‌ها ویروس اولین اینجا ساخته میشه که میشه داستان رزیدنت ایول 7. ولی اینجا ما الان قبل از رزیدنت ایول 4یم. فهمیدید چی شد؟ یعنی ویروس اولین که تو رزیدنت ایول 7 تازه میاد و تو 8 هم هست، یعنی 7 و 8 مرتبطن به اولین، داستانش برمیگرده به قبل رزیدنت ایول 4. اوکی؟ پس اینجا دیگه ویروس خبری ازش نیست کلا تا رزیدنت ایول 7 و 8. اعضای کانکشنز سال 2000 این پروژه رو شروع میکنن اما هنوز راه خیلی طولانی برای رسیدن به نتیجه فاصله دارن. یکی دیگه از اون ارگان هایی که دوست داشت به میراث آمبرلا دست پیدا کنه یک گروهک تروریستی بود به نام ولترو که معنی واقعا کیه. مرسی استرس بابت دونیتد ازم، متشکرم. مرسی رفیق، مرسی، متشکرم. مرسی استرس مدمکس قبلا تمامش کردم. مرسی دونیتد. اگه وحشی یا تازی همچین چیزی. اینا هم یه سری تروریست بودن که ویروس تی دستشون رسیده بود و داستان رزیدنت ایول ریولیشن 1 بازی کردیم. آمده فیلم دیگه مشتاق رزیدنت ایول. مرسی دونیت سعید، حتما هم این کارو میکنه. پول. مرسی سعید، بعدش هم این کار میکنیم. درست میکنن به اسم DSAA که هدف شناسایی و مبارزه با تشکیلاتی هست که از سلاح‌های بیولوژیکی استفاده میکنن. خلاصه ماجرا اینه که اعضای ارتش گروه ولترو توی یک کشتی خودشون رو مخفی میکنن و وقتی کریس و جیل اون کشتی رو شناسایی میکنن و واردش میشن، دنگ‌های فراوان متوجه میشن که این کشتی چیزی جز یک کلون برای ردگم کنی نیست و کشتی اصلی یه جای دیگه است. نهایت موفق میشن اون کشتی اصلی رو پیدا کنن و برن رئیس گروه ولترو رو به سزای اعمال ننگینش برسونن. Resident Evil 5 Lost in Nightmare DLC. آزول اسپنسر که تنها بازمانده از تشکیلات ورشکست شده آمبرلا است جفت کرد. اسپنسر همون بود که بچه‌ها اولین مؤسسه آمبرلا بود که گفتم با سیم همه جاش مثلا همه رو میزد میکش، ارتش آمبرلا رو میریخ سر همه و اینا. این هنوز زنده بود، یعنی بعد از رزیدنت ایول ریولیشن و بعد از رزیدنت ایول این داستان هنوز زنده بود، بی‌ناموس هنوز نمرده بود. که تازه ما داخل DLC رزیدنت ایول 5 که داستان DLC رزیدنت ایول 5 برمیگرده به قبل از داستان رزیدنت ایول 4 میریم بالا سرش. مرسی آزاد خوادایتت عشق منی، خوش اومدی. میان چند روزی سیابی شرف، خوش اومدی عشق منی. چطوری آره رامتین خوش اومدی مشتی. مرسی از آدایتت عشق منی، خوش اومدی رامتین. بس ترسش مخفی شده اما از شانس گندش هم کریس و هم جیل و هم وسکر مخفی‌هاشو پیدا میکنن و وسکر البته زودتر از کریس میرسه. نامردی نمیکنه و با دست خالی آزول اسپنسر بالاخره مرد. ماجرای این پیرمرد برای همیشه تموم میشه. اما چند در این لحظه بچه‌ها کل کسایی که آمبرلا رو ساخته بودن، این اون 3 نفر اصلیه که 2 تاشون مرده بودن، خود این بی‌ناموس کشته بودتشون، خودش هم میمیره دیگه کلا آمبرلا تموم میشه بعد از اینجا. میرسن اما نمیتونن وسکر رو دستگیری بکنن. وسکر و جیل از یه بلندی اینجا هم جاییه که وسکر و جیل پرت میشن پایین که به همراه جیل تو رزیدنت ایول 5 اگر یادتون باشه این خاطراتو بعضی وقتا میبینیم. رزیدنت ایول 5 اگر دوست دارید ببینید پارتای استریم کاملش داخل کانالم هست، میتونید بشین ببینید با دوبله فارسی. که ما تو رزیدنت ایول 5 میریم که میفهمیم که وسکر یه جایی زنده است، یه کارهای بدی داره میکنه و کریس حس میکنه ممکنه جیل هم زنده باشه هنوز، پس میره دنبال جیل چون اینجا فهم میکنه مردن جفتشون. و جیل هم کسی بوده که کریس دوستش داشته، یعنی دوست پسر دوست دختر بودن جیل و کریس. رحمت و سر کشیدن. رزیدنت ایول 4 درست همزمان با این اتفاقات یه روز رئیس جمهور آمریکا متوجه میشه دخترش رو دزدیدن و همین خاطر لیون رو مأمور میکنه تا دخترش رو پیدا کنه و این وسط لیون متوجه میشن که احتمالاً اشلی یعنی دختر رئیس جمهور رو بردن به یه دهکده دور افتاده تو اسپانیا. لیون هم خودش رو میرسونه به اسپانیا و متوجه میشه که یه اتفاق بسیار مخوف و عجیبی اینجا افتاده. ظاهرا توی این دهکده یک معدنی وجود داشته که کارکنای این معدن توش یه انگلی پیدا میکنن به اسم پلاگا. البته در زبان اسپانیایی اگه کلمه پلاگا رو با حرف تعریفش یعنی لا اصل کار اینه. آقا براتون سوال شد که چرا رزیدنت ایول 4 و 5 آهنگشو دوست داشتم. مرسی آدایته دمت گرم. آهنگ دونیت 5 تومانی مون رو میدی بچ. مرسی از آدایته عشق منی، مرسی از. خب آقا برای خیلی تو
براتون شاید سوال شه که رزیدنت ایول 4 و 5 و 6 چرا زامبی انقدر باهوشن و حرف میزنن و داستان میکنن این داستان و اینا. داستان همینه، ویروسی که تو رزیدنت ایول 4 و 5 و 6 هست ویروس تی نیست بچه‌ها، تی نیست که زامبی میسازه، ویروسی به اسم پلاگا یا لاس پلاگاس یا همون پلاگاه که توی رزیدنت ایول 4 پلاگاه، توی 5 و 6 هم پلاگاه پیشرفته تر شده است. ترکیب بکنیم میشه لاس پلاگاس، یعنی آخرش اسم میگیره، اما خب ما بهش میگیم نداره اینجا دیگه. این انگل پلاگا خاصیتش اینه که میره به نخاع آدمو میچسبه و یه سری زامبی های سوپر قدرتمند و کمی تا قسمتی باهوش رو تولید میکنه. اما تیکه خطرناک ماجرا اینه که این زامبی های تولید شده توسط پلاگا رو میشه کنترل کرد و بهشون فرمان داد یا ابوالفضل. اینجوری میشه که یه فرقه مذهبی افراطی به نام لوس ایلومینادوس که حالا معنیش میشه نابود کننده ها یا نمیدونم ایلیمینیتور ها یا همچین چیزی، میان و با استفاده از این انگل کل مردم دهکده رو تحت کنترل خودشون در میارن. هدف رهبر این فرقه یعنی آزموند سدلر این بوده که با ربودن دختر رئیس جمهور آمریکا و آلوده کردنش به انگل پلاگا اون رو کنترل کنه و نهایتا دوباره به آمریکا بفرسته و بعد رئیس جمهور هم آلوده کنه تا در آخر بتونه کل مردم دنیا رو کنترل کنه. این وسط لیون میاد و تمام کاسه گذار. فکر کن انقدر نقشه‌های خفن داشته باشی، میخوای مثلا دختر رئیس جمهور رو دزدیدی، میخوای نمیدونم انگل ساختی دنیا رو از بین ببری، بعد یه دونه مثلا لیون چوسی میاد کل میرینه تو کل کاسه کوزت همه رو میریزه رو آب، میرینه تو کل بساطی که چیدی یه نفر فقط به هم میریزه. خیلی فشار داره. مهم اینه که آخر خودت هم میکشه. ایداوان رو هم میبینه خیلی فشار میشه که معشوقش زنده است و قند تو دلش آب میشه. آخرام ایداوان بچه تازه داخل رزیدنت ایول 4 لیون میفهمه که ایدا زنده بود. با لوندی تمام یه نمونه از پلاگا رو از لیون میگیره و میره میذاره کف دست وسکر. رزیدنت ایول 5 آلبرت وسکر میاد و با یه شرکتی به نام ترایسل. خب بچه‌ها چی شد آخرش؟ آخر رزیدنت ایول 4 ایدای عزیز میاد یه نمونه از اون ویروس پلاگایی که اونجا داخل اون جزیره سدلر باش کار میکرد و ور میداره میبره میده به کی؟ میبره به وسکر که میشه داستان رزیدنت ایول 5 که براتون شاید سوال بشه که چرا زامبیا داخل 4 پیشرفته بودن، تو 5 هم پیشرفته بودن مثل 4 و تو 6 هم پیشرفته، حالا 6 هم میفهمین چرا. که قبلا کارش تولید واکسن برای سلاح‌های بی‌ارگانیکی بوده و کلر ردفیلد هم یه مدت تو این شرکت کار میکرده، قرارداد میبنده و بهشون کمک میکنه که اونا هم با استفاده از انگل پلاگا سلاح تولید کنن و در عوض به وسکر توی پروژه نهاییش یعنی اوروبوروس کمک کنن. معنی اوروبوروس رو پیدا نکردم ببخشید. امنجا رو رفتیم ارسادنت امنجا رو رفتیم یکیشو قبلا ولی زیاد باش حال نمیکنه، کلا جالب نیست زیاد. جالبه ولی تو باستان من نمیرم نجات دوستش ندارم زیاد. مرسادنت بزرگی هدف وسکر این بوده که با استفاده از این ویروس جدیدش یعنی اوروبوروس و پخش کردن اون توسط چند تا موشک تو کل دنیا نسل بشر رو مودیفای کنه و ارتقا بده. اما این کار به قیمت از بین رفتن میلیاردها انسانی میشه که خب ژنومشون اونقدر قوی نیست و بدنشون اونقدر قدرت مقابله با اوروبوروس رو نداره. اینجاست که کریس ردفیلد که رفته باشگاه استروید زده بازوش باد کردن میاد و با کمک دستیارش یعنی شیوا جیل رو هم پیدا میکنه و 3 نفری با هم تشکیلات ترایسل رو میبرن رو هوا و در نهایت هم 2 تا آر پی جی میکنن تو حلق وسکر و اون رو به درک. اینجا جیل موهاشو رنگ کرد و بلوند بود جیل، اینجا بعد توی رزیدنت 3 جیل موهاش مشکی بود. پشما آدم فاصل میکنن. رزیدنت ایول دامنیشن توی چند تا کشور در اروپای شرقی جنگ‌های داخلی زیادی انیمیشن رزیدنت دامینیشن یک کشور خیالی به نام جمهوری اسلاو شرقی. توی این جنگ داخلی دولت موفق میشه با ترکیب ویروس تی و انگل پلاگا یه نوع پیشرفته تر و ارتقا یافته تر از پلاگا رو تولید کنه که با استفاده از اون حتی بچه‌ها یادتونه تو این انیمیشن رزیدنت ایولی که نشستیم با هم دیدیم هم زامبی بود هم ویروس، هم زامبی بود هم هوشمند بودن زامبی، یعنی هم زامبیای ویروس تی رزیدنت ایول 2 3 قدیمیا بود مثل لیکرا که مغزشون معلوم بود اینا، هم زامبی معمولی و اینا بودن، هم در این حال باهوش بودن. اینجا داستان چی بوده؟ اینا ترکیبی زده بودن، اینا خودشون ویروس تیو داشتن. اگه یادتون باشه از ایدا وانگ هم که تو انیمیشنش بود اومده بودن یه نسخه پلاگا رو خریده بودن، ایدا بهشون فروخته و اینو ترکیب کرده بودن ویروس تیو پلاگا رو، تونسته بودن زامبیایی که با ویروس تی ساخته میشد و به صورت هوشمند بسازن. میتونه وحشی ترین هیولاهای بی‌ارگانیکی رو کنترل کنه. اینجاست که لیون وارد عمل میشه و با توپ و تانک و راکت لانچر میفته به جون چند تا تایرنت و نهایتا موفق میشه تا همه چیز رو آروم بکنه. اما مشکل اصلی اینه که باز دوباره حولبازی در میاره که ایدا شل میکنه و ایدا هم یه نمونه از این پلاگای جدید رو میدزده. رزیدنت ایول ریولیشنز 2 داستان حالا چی شد؟
ایدا اومد حالا چیکار کرد؟ ایدا به صورت خیلی سوسکی دوباره لیان اول بازی در آورد و نتونست جلو خوشو بگیره و ایدا اومد این ویروس جدید که ترکیب بین ویروس تی قدیمیه که مال زمان رزیدنت ایول 2 و 3 بود و ویروس پلاگا که مال رزیدنت ایول 4 و 5 بود و ترکیبیشون رو گرفت و هم دزدید و برد. ریولیشنز 2 خیلی خلاصه است و خیلی تو تایملاین اصلی تاثیری نداره. اما کلیت ماجرا اینه که خواهر وسکر هم بعد از مرگ وسکر میخواد راه برادرش رو ادامه بده، میاد روی پروژه اوروبروس کار میکنه، اما بریورتون که مدت‌ها بود خبری ازش نبوده یهو پیداش میشه و با کمک دخترش و کلر ردفیلد میزنن کاسه کوزه الکس وسکر میزنن. کارکتر کم میارن میرن دست میدادن اون قدیمی کاراکتر میارن. رزیدنت ایول 6 آقا یادتونه گفتم ایدا وانگ سمپل از پلاگای اومد اینو فروخت به اون بیناموس رزیدنت ایول 6 که شاید پشه شده بود آخرش نمیمرد. خب وسکر که مرده ممکنه بپرسین این پلاگا رو برای کی میخواد. ماجرا از این قراره که باز یه پوفیوز طماع دیگه‌ای به اسم درکسیمنت که اتفاقا نفوذ زیادی تو کاخ سفید داره میاد یه تشکیلات جدیدی راه میندازه به اسم نیو آمبرلا. اینا میان با ترکیب همه ویروسایی که تا الان بشر به چشم خودش دیده یه ویروس جدیدی درست میکنن به نام ویروس سی که بسیار بسیار ویروس قدرتمندیه. یه چیز دومایه همین کرونا خودمون میمونه. بعد میان این ویروس رو تو کل دنیا پخش میکنن بی وجدانای کثافت. اما نهایتا قهرمانای داستان ما پسر آلبرت وسکر و جیک مولر سلام جانی ادمنه دوباره رکورد کنه. عشق من این عزیز این بار داره رکورد میشه. عشق من این استاد جانی مرسی وادون زب. خب اینجا هم که ظاهرا بدنش آنتی بادی ویروس سی رو داشته میان به کمک میکنن تا خودشو برسونه به آمریکا و این وسط میزنن کلون ایداوانگو هم میکشن و ایداوانگ اصلی و لیون آخرش خیلی تایتانیکی همدیگه رو بغل میکنن و میزنن درکسیمنز رو که تبدیل به یک مگس غول پیکر شده رو شتک میکنن و همه چی به خوبی و خوشی تموم میشه. رزیدنت ایول وندتا انیمیشن وندتا مثل دو تا انیمیشن دیگه خیلی داستانش مهم نیست. تنها چیزی که باید راجبش بدونی اینه که بعد این همه دهن سرویسی بالاخره ربکا چمبرز همونه که تو رزیدنت ایول 0 بود نشونتون گفتم تو انیمیشن بود این آجا شبیه‌ش هم میشه برای ویروس تی یه واکسن کامل بسازه. خسته نباشه واقعا حالا که 500,000 تا ویروس خطرناکتر از تی اومده و هیچ چیزی مرسی آره پیالی دمت گرم. مرسی بابت دونیت جان سرید مشتی یا برای جان سرا رو استاد کردی. مرسی علی عشق منی دوستت دارم خوش اومدی نفس عشق منی. تی استفاده نمیکنه سگ از تی استفاده نمیکنه این تونست یه واکسن درست میاجی دیگه کسی اصلا تی استفاده نمیکنه این تازه اومد واکسن تیو ساخت. پشمادم میریزه اصلا دستش درد نکنه واقعا. رزیدنت ایول 7 یادتونه گفتم رسیدیم به داستان رزیدنت ایول 7. شاید خیلیاتون بچه‌ها مثلا تا الان فکر می‌کرد اصلا داستان رزیدنت ایول 7 چه ربطی به رزیدنت ایول قبلی داره. اصلا چی لیان کریس چی میگه این وسط پرید وسط اینجا آخر رزیدنت ایول 7 تو رزیدنت ایول 8 چی میگه کریس. ببینیم چه داستان بفرسته اصلا دستش درد نکنه واقعا. رزیدنت ایول 7 یادتونه گفتم سال 2000 یه سندیکایی از خلافکارای مافیا میان و یه پروژه‌ای درست میکنن به نام اولین. خب حالا که 10-15 سال گذشته پروژه اینا به نتیجه میرسه. سلاح اولین ظاهرش شبیه یه دختر بچه است و میتونه به راحتی انگل خودش رو وارد بدن موجودات زنده بکنه و اونا رو کنترل کنه. این اعضای کانکشنز داشتن توی یه کشتی اولین رو میبردن به یه جای دیگه که یهو اولین از کنترل خارج میشه و میزنه تمام خدمه کشتی رو به جز یه نفر به نام میا وینترز رو میکشه و آلوده میکنه. این وسط یک کشاورزی به نام جک بیکر این دو نفر رو پیدا میکنه غافل از این که اینا چه بیماری خطرناک. بچه بنده خدا اولش آدم خوبی بودن خیلی آدم خوبی بودن. تو دی ال سی رزیدنت ایول 7 نات هیرو فکر کنم بود یا اون یکی بود بازی کنیم میفهمیم که جک و این اینا هم آدم خوبی بودن بنده خدا. اولین بدنشون هست اینا رو میاره خونهشون تا بهشون کمک کنه. بنده خدا آدم خوش قلبی بوده. اما نهایتا همه خانواده بیکر توسط اولین تسخیر میشن و کنترل رفتار و کردار نیک خودشون رو از دست میدن. اما شوهر میا یعنی کوروش بازی راسته میری مرسی بابت دورته یالم سجده زدن براش نوکرن چون پول مرسی بابت دورتون مشتی دمت گرم عشق منی. راست تا فعلا
امروز که نه، امروز می‌خوایم رزیدنت ایول بریم، مهم‌تر بعد تموم میاد و خیلی بهروز وثوقی وار زنش رو نجات میده و در آخرین لحظات کریس ردفیلد به کمکشون میاد و فرار میکنن. کریس اینجا شبیه کریس نبود توی DLC اویل 7 یعنی ناس هیرو متوجه میشیم که بعد از وقایع اویل 6 ارتش BSAA منحل شده. BSAA همون ارتشی بود که کریس ساخته بود، یا تو رو بازه کریس هم رو بازه کریس همش نوشته بود BSAA. این داستانش همون بود، یه ارتش کریس ساخته بود که در برابر ویروسا و سلاح‌های بیو ارگانیک و اینا مبارزه کنن که اونو منحل میکنه. بعد از رزیدنت ایول 6 بجاش یه ارتش دیگه میسازه. اعضای باقی مانده BSAA میان با اعضای باقی مانده ارتش USS و UBCS که قبلا مال آمبرلا بودن اما الان متنوع شدن، یه ارتشی درست میکنن به اسم آمبرلای آبی که هدفش مبارزه با آدمای پدرسوخته‌ای که میخوان سلاح بیو ارگانیکی بسازن. یه تئوری هست که میگن احتمالاً مؤسسه این شرکت آمبرلای آبی هانکه، ولی خب هنوز در حد تئوری. منطقاً اگر اینجوری باشه بچه، یعنی اگر آمبرلای آبی، خب اگر آمبرلای آبی رو بخوایم با اعضای قدیمی آمبرلای کریس ساخته باشتشون، یعنی بعد توشون هانک باشه که لیدر آمبرلا قبلیه بودش، بعد اون باشه و کارلوس هم بعد باشه، چون کارلوس تو رزیدنت ایول 3 که نمیمیره و من امیدوارم که داخل رزیدنت ایول 8 یا 9 که قراره بیاد ما کارلوس هم ببینیمش، هم کارلوس رو ببینیم هم هانکو ببینیم، جفتشون رو ببینیم. حالا رزیدنت ایول 8 رو که هنوز تمام نکردیم شاید ببینیم، ولی اگر ندیدیم شاید تو 9 ببینیم، چون 9 هم ادامه داستان 8 ثابت نشده. بگذاریم تهش هم آخرین بازمانده خانواده بیکر یعنی لوکاس توسط کریس کشته میشه و همه چیز ختم به خیر میشه. البته فعلا هنوز اویل 8 مونده و نمیدونیم ولی قبل از رزیدنت ایول 8 بوده و داستان خوب نه. آقا این بود کل سری رزیدنت ایول. داستان کل رزیدنت ایول بچه‌ها دیدیم و امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کرده باشه تا با اطلاعات کامل برین سراغ اویل 8 و حسابی حال کرده باشین. آقا دانشمندای دانشگاه زوریخ واقع در سوئیس ثابت کردن که سخاوتمندی باعث ترشح سروتونین و خوشحالی شما میشه. پس سخاوتمند باشین، این ویدیو رو لایک کنین، چنلمونم کانال دوستمونم بچه که ازش ویدیو رو گرفتیم مثلش کنترل خط فاصله زده، دمیش کم خیلی ویدیو باحالی بود و آقا در کل که ویدیو خیلی خوبی بود. امیدوارم که داستان رزیدنت ایول کلش رو فهمیده باشید. اگر باز متوجه نشدید، من این ویدیوشو که ضبط میکنم بعداً روی آپاراتم دوست داشتید حالا دوباره ببینید بهتر بفهمید، باز برید بشینید ببینید داستان رزیدنت ایول رو کلاً بفهمید و بریم ادامه رزیدنت ایول 8 مون رو بازی کنیم، ببینیم میتونیم تمامش کنیم امشب یا نه. برو بریم 8 رو خودمون داریم میریم دیگه، اون زمان که این ویدیو رو گذاشته بود 8 نیومده بودن. برو بریم آجی 8 رو بازی کنیم. آره کنترل زد، کنترل زد، کنترل زد، برو بریم.